سلام رفقا. این رفیقمون زیر پست قبلی کامنت گذاشت که این ویدیو رو راجع به زندگی توی آمریکا درست کنم. ما هم میگیم چشم، چون این چنل متعلق به شماست نه من. پس قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم اول از همه چنل رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و برامون کامنت بذار که تو دوست داری ویدیو بعدی راجع به چی باشه. خب سریع بریم سراغ ویدیو. 5 تا فکت راجع به زندگی و اقامت تو کشور آمریکا. شماره 1: تو آمریکا به 16 ساله ها گواهینامه میدن ولی تا زیر 21 سال الکلی نمیدن چون ممنوعه، ولی زیر 21 سال به راحتی میتونن بخرن، مشکلی نداره. و خرید خیلی آسان‌تر از خرید قرص سرماخوردگیه. چرا؟ چون دولت آمریکا فکر میکنه شما با قرص سرماخوردگی در تولید کنید. فکت شماره 2: تو بعضی از ایالت‌ها مثل تگزاس و فلوریدا یه قانونی هست به اسم Stand Your Ground، یعنی توی ملک خودت بمون. مخففش چی میشه؟ مخففش و خلاصش این میشه که اگر دزد اومد تو خونت تو میتونی از خودت دفاع کنی و بمونی و هر بلایی سر دزد و طرف مقابل آوردی دولت پشت تو ازت حمایت میکنه. فکت شماره 3: تو آمریکا اجاره خونه خیلی گرونتر از اقساط خونه است. یعنی شما یه خونه 500 متری رو بخوای اقساطی بخری، اقساطش خیلی کمتر پات در میاد تا بخوای یه خونه 60 متری رو اجاره کنی. برای همین تو آمریکا همه ترجیح میدن که یه وام بگیرن و یه خونه قسطی بخرن. فکت شماره 4: اگر گرین کارت داشته باشی و بخوای اقامت دائم بگیری و شهروندی آمریکا رو بهت بدن، باید تا 5 سال بچه خوبی باشی، کار بد نکنی، مالیاتت هم به موقع پرداخت کنی که شهروندی آمریکا رو بهت بدن. یه قانون ریز دیگه هم داره، میگه اگر خارج شدی از آمریکا قبل از 6 ماه باید برگردی. دیگه حالا میخوای اهل کانادا باش، مکزیک، ایران، به پدر مادرت میخوای سر بزنی، زیر 6 ماه. اگر از 6 ماه رد کنه گرین کارتت باطل میشه و کلا هیچ. شماره 5: میگه که شما اگر ماشینت خراب شد توی جاده یا بنزین تموم کردی، ماشین پلیس رو دیدی، میتونی صداش کنی و به صورت رایگان موظفه که تو رو تا پمپ بنزین یا تعمیرگاه ببره. در صورتی که اگر سانحه‌ای پیش اومد، تصادف کردی یا چیزی، بخوای به آمبولانس زنگ بزنی، هزینه خیلی سنگینی برات داره. هولوش نصف حقوق تو میبره، یه چیزی بین 100 تا 150 میلیون به پول خودمون هزینه آمبولانسه، که به همین خاطر آمریکایی‌ها سعی میکنن حتی در بدترین حالت هم خودشونو به بیمارستان برسونن و به آمبولانس زنگ نزنن. با کدومشون بیشتر حال کردی یا به نظرت جالب بود؟ برام کامنت بذار و تا ویدیو بعدی خداحافظ.